چی شد آقا نادر؟ چی بود؟ به کسی زدی؟ شیلت تکون نخورد چه جام نمیخوری فهمیدی؟ نمیخوام فرار کنم که میگم شاید هنوز بشه کاری. بشین داره تو چشم چی داره وا میکنی؟ آقا تو رو خدا کمک کنی، تو رو خدا من اینجا نذارین. تو این موقع شب اینجا تو بیابون چیکار میکنی دختر؟ آتیش برای چیه؟ نمیدونم آقا تو رو خدا من ببرین یک کلان تری، همه چی تو را بهتون میگم. برو بالا. میگی تو بیابون چیکار میکردی یا نه؟ فقط منو ببرین یک کلان تری.